امروز ملاقات اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان با نماینده مخصوص شتات‌های متحده آمریکا اوید با مصالحه در افغانستان زلمای خلیلزاد که با بازدید کاری با تاجیکستان تشریف آورد برگزار گردید. در رفته ملاقات دویر با جنبه‌های گوناگون وضع امروزه در افغانستان با خصوص روند برقراری صلح و ثبات در این کشور همچنین مسئله‌های مبرم منطقوی و گلوبالی صحبت پرمحتوا صورت گرفت. وابسته به این پرزیدنت جمهوری تاجیکستان تاکید داشتند که جریان رشد وضعیت در افغانستان همسایه و پیشبرد مناسبت‌های گوناگون جنبه تاجیکستان با آن پیوسته در مرکز توجه جانب ما قرار دارد. تاجیکستان تلاش‌های حکومت افغانستان را جهت استقرار امنیت و صلح و ثبات در کشور جانبداری می‌نماید. گفتند پیشروی ملت در ادامه صحبت و تاکید کردند که در این ضمن از مذاکرات بین افغانی که با این منظور صورت می‌گیرند استقبال می‌نماید. موضوعات دیگری که در محور ملاقات قرار داشتند این وضع امروزه امنیتی منطقه می باشد. راجع به این موضوعات جانب‌ها ضرورت تحکیم و تقویت همکاری‌هایشان را در سمت مبارزه مشترک علیه خطر و تهدیدهای معاصر از جمله تروریسم، افراطگرایی، گردش غیرقانونی مواد مخدر و دیگر جنایت‌های متشکل فراملی قید نمودند. در این رابطه تاکید گردید که تاجیکستان با استفاده از همه ظرفیت‌ها و امکانات موجوده من بعد هم سعی و تلاش خواهد کرد تا جهت مساعدت به حل مشکلات افغانستان و بازسازی اقتصادی و اجتماعی آن سهم خود را گذارد. خوشحال هستم که بار دیگر به تاجیکستان آمدم. از ملاقات‌ها با جناب رئیس جمهور و مقامات عالی تاجیکستان راضی هستم. صحبت‌های بسیار خوب داشتیم. هدف از این صحبت‌ها این بود که چطور می‌توانیم همکاری کنیم برای آوردن صلح و آرامی در افغانستان و چطور می‌توانیم همکاری کنیم تا افغانستان به حیث یک پل رابطه بین آسیای مرکزی و خصوص تاجیکستان و جنوب آسیا و رسیدن به شهر گوادر یا کراچی برای صادرات از آسیای مرکزی و واردات برای تاجیکستان و آسیای مرکزی از اون راه صورت بگیرد. همکاری اقتصادی، مقابله با دهشت افکنی، پیشرفت اقتصادی، تجارت بیشتر و همکاری اقتصادی منطقوی و نزدیکی افغانستان با آسیای مرکزی از هدف‌های مشترک آمریکا و تاجیکستان است و من از سیاست تاجیکستان، از سیاست جناب رئیس برای همکاری برسیدن به اهدافی که گفتم تشکر میکنم.